امروز خداوند 86400 ثانیه بهت هدیه داده. چند ثانیه از اون رو واسه قدردانی و شکرگزاری از نعمت‌هایی که خداوند همین الان بهت داده استفاده می‌کنی. ثانیه‌هایی که میتونن تو رو به سمت خوشبختی، آرامش و موفقیت برسونن و یا میتونن تو رو به سمت مشکلات، بدبختی و بیپولی بکشونن. دوست من، دو تا راه داری. یک این که شکرگزاری کنی و جهان هستی و کائنات رو با خواسته ها و آرزوهات همسو کنی و نعمت‌های بیشتری رو وارد زندگیت کنی، یا دائما غر بزنی و گله شکایت کنی تا روز به روز مشکلات و ناراحتی‌های بیشتری رو وارد زندگیت کنی. هرگز فراموش نکن که هیچ چیز در این دنیا بهتر از شکرگزاری برای خداوند نیست. خدایا هزاران بار شکرت.